مقامات قرقیزستان در منطقه چوی میگویند که آنها رهبر یک گروه ممنوع را بازداشت کردند. سخنگوی پلیس منطقه نوربک تاکتاسونوف روز 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفت این مرد 47 ساله آخر ماه اکتبر بازداشت شد و او رهبر جمعیت مذهبی است که از تعلیمات جنبش اسلامی یقین انکار پیروی میکند. جنبش یقین انکار در هندوستان تأسیس یافته است. مقامات قرقیزستان کشوری اساساً مسلمان نشین با نگرانی از اینکه چنین باورها میتوانند مسلمانان کشور را از اسلام سنتی دور کنند، گروه را ماه ایون ممنوع اعلام کرد. تاکتاسونوف همچنین گفت گمانبر 2 همسر و 12 کودک دارد که در هیچ کجا ثبت نشدند و کودکانش تحصیل هم نمی کنند. با گفته تاکتاسونوف گمانبر پیوسته به هندوستان و بنگلادش سفر و در جلسه های یقین انکار اشتراک میکرد. او سال 2003 یک چند کتاب این گروه مذهبی را از زبان اردو به قرقیزی ترجمه کرد. اعضای گروه یقین انکار تلاش میکنند طور زندگی کنند که مردم در زمان زندگی پیغمبر محمد داشت. آنها از تجهیزات زمانوی استفاده نمی کنند، از خدمات طبی و اجتماعی دست کشیدند، سفر را پیاده انجام می دهند و لباس های سفیدی سنتی می پوشند.